سلام خدمت شما. دکتر نسیم قربان نژاد هستم، متخصص کودکان و نوزادان. واکسن پرونار بر علیه 13 گونه از عفونت‌های پنوموکوکی ساخته شده و سال‌هاست که در اکثر کشورهای دنیا تزریق میشه. اما متاسفانه هنوز جزء واکسیناسیون روتین کشور ما قرار نگرفته و والدین باید خودشون این واکسن رو تهیه بکنن و به کودکشون تزریق بکنن. این واکسن از 6 هفتگی قابل تزریق هست تا 5 سالگی. حالا چرا ما اینقدر تاکید میکنیم که این واکسن رو به کودکتون تزریق بکنید؟ به این خاطر که این واکسن مانع از ایجاد عفونت‌های شدید ریه، مغز، گوش و سینوس کودک شما میشه و توصیه میکنیم اولین دوز این واکسن رو با همون واکسن 2 ماهگی به کودکتون بزنید و هرچه این واکسن رو در سن کمتری به کودکتون بزنید نفعش بیشتر هستش. بر من کامنت بذارید که آیا شما این واکسن رو به کودکتون تزریق کردید یا خیر.